بسم الله الرحمن الرحیم. ما پیروان پیامبر هستیم که بزرگترین آرزوی زندگیش شهادت بود. نیرویی که بزرگترین آرزوی الگوی زندگیش شهادت باشد هیچگاه شکست نمیخورد و ذلیل نمیگردد. راه ما ادامه مسیر نسل بی‌نظیر قرآنی است، نسل که شبهایشان به عبادت و روزهایشان بر پشت زین حسب سپری میشد. ایمان به الله در قلبهای ما شجاعت و قوت بی‌نظیر ایجاد نموده و ما را سر بلند و گردن فراز گردانیده است. سرهای ما جز در پیشگاه الله و قانون شریعت در برابر هیچ قدرت و قوت دنیایی خم نمی شود. ایمان به آخرت و اشتیاق بهشت چشم و دل ما را از مظاهر و زیبایی های زودگذر دنیا بی‌نیاز کرده است. هیچ لذت از لذت‌های مادی دنیا نمی‌تواند ما را در مسیر ما متزلزل سازد و از هدف ما منحرف نماید. ما خدمت به مردم خود را نه منت بلکه عبادت می‌دانیم و در مبارزه خود بر ضد اخلال، اشغال و تجاوز جز کسب رضای الله متعال هدفی نداریم.